مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصدیم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم هویت شخصی که هکرها با هک کردن خبرگزاری فارس فیلم کف دستی ایناشو منتشر کردن و از اون طرف خبرگزاری فارس تا خشتک این قضیه رو تکذیب کرد که امروز با نشون دادن یه سری اسناد و مدارک به شما اثبات خواهیم کرد که اون فیلم مربوط به خبرگزاری فارس بوده. ماجرا هم از این قرار هستش که چند وقت پیش گروه هکری بلک ریوارد خبرگزاری فارس رو هک کردن، بسیاری از دیتا و اطلاعات خبرگزاری فارس رو حذف کردن، خیلی از اطلاعات رو کش رفتن خبرگزاری فارس و یک فیلم ناقابل کف دستی از کارمندان خبرگزاری فارس رو هم افشا کردن. از اون طرف خبرگزاری فارس اطلاعیه منتشر کرد و تا خشتک این قضیه رو تکذیب کرد. ما هم یه ویدیو تو کانال پشت پرده منتشر کردیم که هنوز هم هست تو کانال پشت پرده و گفتیم که آقا هر چیزی که خبرگزاری‌های دولتی داخل ایران تکذیب بکنن، علل خصوص خبرگزاری فارس وقتی بیاد تکذیب بکنه، شما ایمان داشته باشید که این خبر راسته. و کلا مردم عادتشونه میخوان ببینن یه خبر راستی یا دروغه، میرن نگاه میکنن خبرگزاری فارس اگر تکذیب کرد ایمان پیدا میکنن که اون خبر راسته. امروز هم یه سری اسناد و مدارک به شما نشون میدیم که اثبات بکنیم بهتون که اون فیلم اینا مربوط به خبرگزاری فارس بوده. ماجرا هم از این قرار بود که خبرگزاری فارس چند وقت پیش مورد حمله سایبری گروه هکری بلک ریوارد قرار گرفت و این فیلم رو رفت دیگه اینجوری که این آقای بلند میشه و میره این ور نگاه میکنه و میشینه روی صندلی میکشه جلو با چیپس و ماست و چیزای مختلف و میداره یه فیلم هم پخش میکنه و ادامه ماجرا که فیلمش قابل پخش نیست که من در کانال تلگرامی برنامه پشت پرده ویدیوشو گذاشتم که البته کامنت اومده بود که آقا این ویدیو رو ما نمیبینیم. من پینش میکنم تو کانال بتونید ببینید. لینک کانال تلگرام همین زیر گذاشتم چون خیلی ها پیدا نکرده بودن و پیام زیاد اومده بود. من پین میکنم لینک این ویدیو رو بتونید ببینید زیر همین ویدیو. البته تا مدت 2-3 هفته دیگه، حالا معلوم نیست شما کی ویدیو رو دارید میبینید، ولی خب پین ها سیو میشه. بعد از اینکه این فیلم منتشر شد و امام و انقلاب و اسلامشون به خطر افتاد، خبرگزاری فارس گفت یا ابوالفضل هویت واقعی ما برای بچه خبرگزاری فارس لو رفت. اومد سریع یه دونه بیانیه منتشر کرد که البته قربونش برم خبرگزاری فارس خارج از کشور باز نمیشه و من از طریق حالا روزنامه همشهری که اومده بود اطلاعیه خبرگزاری فارس رو گذاشته در همون متن هست و براتون میخونم که گفته شده جزئیات تازه از حمله سایبری دیروز، توضیحات فارس در پی هک شدن 250 ترابایت اطلاعات این خبرگزاری که حذف شده و ماجرای فیلم دوربین مداربسته. و توضیح داده که قبلا هم اینو خوندم براتون و توی اون ویدیو بوده، اما آخرش مهمه. گفته همچنین ادعاهای مربوط به حذف 250 ترابایت اطلاعات یا اینجاش مهمه پخش فیلمی به نام دوربین مداربسته صحت نداشته و مربوط به خبرگزاری فارس نیست. یک بار دیگه میخونم: پخش فیلم به نام دوربین مداربسته صحت نداشته و مربوط به خبرگزاری فارس نیست. بهتون میگم هر چی که خبرگزاری فارس تکذیب میکنه شما ایمان داشته باشید اون خبر راست. خب بعد از این حمله سایبری متوجه شدیم که شخصی که اون فیلم کف دستیش لو رفته شخصی به اسم احسان حسینی بوده و توی گروه اقتصاد خبرگزاری فارس بوده و گفته که در میدان انقلاب خانم‌های بی‌حجاب و کم حجاب و با حجاب دارن ایران تیم ملی رو تشویق میکنن و چه چیزهای زیباتر از این، و گفته که گروه هکری بلک ریوارد خبرگزاری فارس رو هک کرده و مدعی شده این فیلم یکی از خبرنگاران فارسه و خب طی این حرکت عجیب اکانت‌های ضد انقلاب مدعی شدن که این فیلم منه و زیر توییت قبلی بنده شروع کردن به حمله کردن و این صحبت‌ها.
برام جالبه که چقدر راحت اخبار فیک رو منتشر میکنن. اینجا میز کار منه، اینم میز کار منه و کلا اصلا یه همچین محیطی خبرگزاری فارس نداره. منی که سردبیر خبرگزاری فارس اصلا همچین جایی رو ندیدم توی عمرم و کلا گردن نگرفتن اون مکان رو. اوکی؟ یکی هم میام عقب‌تر که فیلم شما نشون بدم. یه نکته‌ای داره این فیلم. اینجا نگاه کنید، حالا یکم تصویر واضح تر بشه، صبر کنید چون با سرعت تنده این صحنه رو من استاپ میکنم. خب پس خبرگزاری فارس چیکار کرد؟ کلا این قضیه رو گردن نگرفت و بعد از اینکه این قضیه رو تکذیب کرد یه دونه هم استوری گذاشت، مراسم تقدیر از بنده بابت جانبازی در جنگ رسانه. شما فکر کنید که کف دستی میزنه و میان ازش تقدیرم میکنن. یعنی اون مملکت اینجوری داره میره جلو. برای همینه که ما در طول این 43 سال گذشته پیشرفت نکردیم، به خاطر اینکه هر کسی هر خطایی میکنه، هر کسی هر دزدی میکنه، هر کسی هر رانتی میکنه. اگر کسی بیاد اون رانت و دزدی و خطا رو افشا بکنه، اون افشا کننده رو دستگیر میکنن و بازداشت میکنن و میکشنش و اعدامش میکنن و هر کاری که دلشون بخواد میکنن، نه اون کسی که خطا کرده. به خاطر اینکه اونا هم در اون خطا و کثافتکاری شریکن و میدونن اگر اون افشا کننده رو نگیرن کثافت اونها رو هم رو میکنه. پس میگن چه بهتر از این که ما بیایم خودمون از خودمون تقدیر بکنیم و اون کسی که داره افشا میکنه رو تکذیب بکنیم و تخریب بکنیم و بازداشت بکنیم و کلاً حذفش بکنیم. پس چه اتفاقی افتاد؟ از ایشون هم تقدیر شد و کلاً گردن نگرفتن. یه بار دیگه برمیگردیم به این فیلم. نگاه کنید شبیه یه دونه نوار کاست میمونه، پایه های قرمز و چیزهای مختلف. حالا فیلم هم طولانیه ولی خب یه بار دیگه من میام عقب‌تر چون این صحنه رو من یه دقیقه فیکس میکنم. این صحنه خب حالا یه سرچ شما برید توی گوگل بزنید افتتاح کافه رسانه فارس. خب شما به این عکس اگر توجه بکنید، من میتونم حتی سیوش هم بکنم حالا اینجا و اینجا بزرگ ببینید شما، این دقیقاً همون میزی هستش. نگاه کنید پایه های قرمز و پارکت چوبی و دقیقاً همون صندلی هایی که وجود داره و این همون دوربین مداربسته خبرگزاری فارسه. اینجا کافه رسانه خبرگزاری فارسه، جایی که سردبیرش میگه اصلا همچین جایی در خبرگزاری فارس وجود نداره. و همین راحتی به مردم دروغ میگن، خبرگزاریشون به دروغ تکذیب میکنه، خبرنگارشون به دروغ تکذیب میکنه و حتی ازشون تقدیر میشه. اینم مقایسه دوتا تصویر با هم دیگه. این میزی که وجود داره دقیقاً همون میز هستش که چیده شده، کف زمین، پارکت، صندلی ها و چیزهای مختلف. کافه رسانه خبرگزاری فارس که با چیپس و ماست میان توش کف دستی میزنن. این کار در همه جای جهان قفل شما با که چیپس و ماست کف دستی بزنی. یعنی دریچه‌های جدیدی رو این انقلابیون این تیپی اومدن باز کردن. شما دیگه بخونید سایر موضوعات رو، به جای اینکه بیان از مردم عذرخواهی بکنن بگم بله ما خبرنگارمون اشتباه کرده، بله این فیلم مال خبرگزاری فارس، به شدت باش برخورد میکنیم، چیکار میکنن؟ اون کسی که کثافتکاری میکنه، اون کسی که دروغ میگه، اون کسی که رانت میکنه رو میبرن بالا، بهش جایگاه میدن، بهش قدرت میدن تا خودشون برن جلو. و چند وقت پیش هم یه سری اسناد دیگه از خبرگزاری فارس اومده بود بیرون که نقش ماستمالی کردن، قدرت سرکوب رو داره و چیزهای مختلف. کلا یه بنگاه عجیب و غریبی این خبرگزاری فارس و هیچ وقت هم راجع به بودجهشون نمیان شفاف سازی بکنن. و نکته مهمتری که وجود داره، خبرگزاری فارس خودکار من افتاد. خبرگزاری فارس که کلا دیدید دیگه نمیاد از یه سری از ادارات و سازمان‌های دولتی انتقاد بکنه، پس عملاً خبرگزاری بی‌طرفی نیست. چرا که وقتی سایت خبرگزاری فارس رو باز می‌کنید اطراف شما یه سری تبلیغات می‌بینید، تبلیغات همراه و ایرانسل، بیل کلنگ و
سایر ستاره پشمک مربع و اینا. خب طبیعیه اگر توی ایرانسل هم دزدی بشه، تو همراه اول هم دزدی بشه، ولی اینکه با این اس ام اس ها و پیامک ها اینا مدام دارن به عنوان ارزش افزوده از مردم دزدی میکنن، نمیاد پوشش بده. میره بهش زنگ در خونه خبرگزاری مدیر نمیدونم فلان اپراتور رو میزنه، میگه داداش چند صد میلیارد به من بده، من تازه تعریفت هم میکنم، تبلیغت هم به ما بده. و به همین راحتی از اعتباری که برای خودشون به دست آوردن استفاده میکنن برای رانت و دلودوزی خودشون و هیچ وقت هم نمیرن از اون انتقاد بکنن. هر کسی هم که خارج از کشور بیاد دست کثافتکاریاشون رو بکنه، میگن معاندهای نظام خارج از کشور. و مردم ما هم چون بهشون سواد رسانه یاد ندادن، یه عده سهوی دروغ‌های این افراد رو باور میکنن و حتی همون اطلاعیه رو هم که میبینن باور میکنن و میگن نه این اصلا خبرگزاری فارس نیست، این چرت و پرت. زوم هم میکنم دقیقا این همون جای، اینا همون میز و صندلی است دیگه. اینا اگه جای دیگه ای هست بفهمن بگن دوستان. اینا هم برای بچی که نشستن اونجا روی میز کف دستی شده. به همین راحت زوم هم براتون بکنم بفرمایید. اینم بزرگش قشنگ با کیفیت ببینید. حالا اینم میتونم بیارم این ورتر قشنگ وسط. این تصویر فیلم دوربین است، اینم تصویر همون جای و تو گوگل هم سرچ بکنید افتتاح کافه رسانه خبرگزاری فارس میاد. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. دوست دارم شما هم کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و ویدیو قبلی ما رو هم حتما ببینید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه